بنای مرموز استونهنج، مخوفترین بنای تاریخ جهان. همیشه اشیا، اتفاقات، خبرها و یا هر آنچه که اسرارآمیز باشه برای انسانها جالب است. این موضوع از گذشته‌های دور صحت داشته و هنوز هم تغییری نکرده است. میل به کشف ناشناخته‌ها و حس کنجکاوی یکی از عمیق‌ترین میل هر انسان است. این اسرارآمیز بودن به جاذبه‌های گردشگری هم سرایت کرده است. به احتمال زیاد تا حالا نام استونهنج رو شنیده اید. بنایی بسیار پر رمز و راز و عجیب در بریتانیا که یکی از محبوب‌ترین جاذبه‌های گردشگری و یکی از اسرارآمیزترین بناهای تاریخی جهان هم به شمار میره. در ادامه با فارسی توپ همراه باشید تا ببینیم این سازه عجیب چه ویژگی هایی داره و چرا تا این اندازه برای باستانشناسان و دنیا جذاب است. استونهنج در انگلستان و در دشت سالیسبری قرار داره. کافیست کمی به این بنا نگاه کنید تا فوراً از خودتان بپرسید این سنگ‌ها چطور و توسط چه نیرویی و به چه دلیل این گونه در کنار هم قرار گرفتند؟ هدف از گذاشتن آنها چه بوده است؟ بله، درست است. سنگ‌های استونهنج خیلی بیشتر از چیزی که می‌بینید حرف برای گفتن دارند و هرچه در آنها عمیق‌تر شوید بیشتر سوال‌های گوناگون در ذهنتان ایجاد میشه و بیشتر گیج میشوید. تا حالا که علیرغم تحقیقات زیاد و همه جانبه‌ای که باستانشناسان و دانشمندان روی استونهنج در انگلستان انجام دادند، نتوانستند به نتایج خاصی برسند. اما نگران نباشید، چون رازهای استونهنج آرام آرام در حال رو شدن است. یکی از پروژه هایی که منجر به پخش حقایقی از استونهنج در انگلستان شد، پروژه عکسبرداری زیرزمینی بود که از این سازه شد و در آن مشخص شد که این سنگ ها قبلا قسمتی از یک ساختمان پیچیده تر بودند. مثلا جایی برای برگزاری مراسم های آیینی، سکونتگاه های رازآلود و ناشناخته. و البته باز هم این تصاویر چیز زیادی رو نشون نمیدهند و مشخص شده است که این موضوع بسیار بسیار پیچیده تر از چیزی است که دانشمندان فکرش رو میکردند. البته استاد باستانشناسی دانشگاه برادفورد وینسنت گافنی که یکی از مدیران پروژه بوده است در این باره گفته که شاید تحقیقاتی که ما انجام دادیم تا حالا با بنبست مواجه شده و نتایج چندانی نداده است، اما حالا دیگه میدونیم که باید در کجای منطقه دنبال کشف‌های تازه بگردیم. اگه ما بتونیم راز استونهنج در انگلستان رو کنیم، نه فقط این مکان بلکه کل منطقه رو میتونیم بهتر بشناسیم و بخشی از تاریخ گذشته ها رو فاش کنیم. در تحقیق‌هایی که انجام دادیم تونستیم به یک دسته دیرک چوبی بر بخوریم که شاید در نتیجه کلی تحقیق تأثیری نداشته باشه، اما یک کشف کاملا تازه است. دیرک هایی که تعداد آنها به 300 تا میرسه و اگه این تحقیقات نبود هیچ وقت نمیتونستیم از وجود آنها حتی آگاه بشیم. با این حال پژوهشگران درباره کاربرد استونهنج اجماعی ندارند و هنوز درباره آن نظریه های جدید عرضه می کنند. در این میان برخی ستاره شناسان نیز بر این باورند که استونهنج در گذشته یک رصدخانه یا تقویم پیچیده بوده که سازندگان آن دانسته‌های ریاضیاتی لازم برای پیشبینی رویدادهای آسمانی را به دست آورده بودند. در واقع یک مطالعه جدید اکنون آشکار کرده که چگونه ممکن است استونهنج در ابتدا برای محاسبه یک سال خورشیدی معروف به سال گرمسیری 365 روزه استفاده شده باشه. فرضیه‌ای که مدت هاست توسط محققان پیشنهاد میشه، اما هرگز شواهد قابل پذیرشی برای آن ارائه نشده بود. یافته‌های جدید مبتنی بر تجزیه و تحلیل دقیق تعداد و موقعیت سنگ‌هایی است که سایت رو تشکیل می‌دهند و همچنین مقایسه با دیگر سیستم‌های تقویم باستانی که ممکن است بر سازندگان استونهنج تأثیر گذاشته باشه. مطالعات نشون میده استونهنج به عنوان مکانی برای ردیابی زمان و فصول به قرن‌ها پیش برمیگردد، اما
تاکنون مشخص نشده بود که این سیستم دقیقاً چگونه عمل کرده است. در واقع تحقیقات جدید نیز بر اساس مطالعات قبلی انجام شده که نشون میده سنگ‌های سارسن که بخش عمده‌ای از استونهنج رو تشکیل میدهند همگی از یک منبع به دست آمده‌اند. این بدان معناست که آنها احتمالاً در یک زمان برافراشته شده و قرار بود در کنار یکدیگر کارکرد واحدی رو ارائه دهند. از همان نقطه شروع تیموتی درویل باستانشناس دانشگاه بورنموث بریتانیا به بررسی موقعیت حلقه‌های مختلفی که این بنای تاریخی از آن تشکیل شده است پرداخت و سپس به این مسئله توجه کرد که چگونه ممکن است این ساختار با یک تقویم مرتبط باشه. باستانشناسان به دلیل موقعیت قرارگیری سنگ‌ها و همسویی آنها با انقلاب بهاری مدت‌ها گمان می‌کردند که استونهنج نوعی تقویم بوده است، تفسیری که تحقیقات جدید نیز بر اساس آن شکل گرفته است. درویل میگوید سیستم تقویم پیشنهادی به روشی بسیار ساده کار میکنه. هر یک از 30 سنگ در دایره سارسن نشان دهنده یک روز در یک ماه است که خود به 3 هفته از هر 10 روز تقسیم میشه. ماه میانی که احتمالاً به خدایان اختصاص داره با 5 تریلیتون در مرکز سایت نشون داده شده است. بنابراین این بنا به عنوان یک تقویم خورشیدی انقلاب زمستانی و تابستانی رو میتونه از طریق یک جفت سنگ در هر سال نشون بده. درویل احتمال میده که این روش به عنوان راهی برای بررسی خطاها نیز عمل میکرده. اگه خورشید روزی در نقطه انقلابی اشتباه قرار میگرفت، مردم باستان ویلتشایر میدونستند که در محاسبه سال اشتباه کردند. مطالعه جدید اشاره میکنه که به نظر میرسه هیچ یک از ترتیبات موجود در استونهنج مطابق با 12 ماه سال نیست، اما ممکن است برخی از سنگ‌ها گم شده یا جابجا شده باشند. آنچه واضح است این است که معماری استونهنج برای مطابقت با 2 انقلاب فصلی به 2 نیمه تقسیم شده است. هفته هایی که 10 روز طول می‌کشند ممکن است در حال حاضر غیر عادی به نظر برسند، اما در زمانی که استونهنج برای اولین بار ساخته شد اینطور نبود. در واقع تقویم‌های خورشیدی مشابهی در مصر و در یک دوره زمانی که با عنوان پادشاهی قدیم شناخته میشه نیز وجود داشته است. هفته‌های 10 روزه همچنین در مناطق دیگر باستانی هم مشاهده شده است. درویل میگوید چنین تقویم خورشیدی در مدیترانه شرقی در قرن‌های پس از 3000 سال قبل از میلاد ساخته شد و در مصر به عنوان تقویم مدنی در حدود 2700 سال قبل از میلاد پذیرفته شد و در آغاز پادشاهی قدیم در حدود 2600 سال قبل از میلاد به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. چیزی که مشخص نیست این است که آیا این دانش میتونست در آن زمان به جنوب انگلستان برسه یا خیر. استونهنج از نظر طراحی و ساخت نسبتاً منحصر به فرد است و ممکن است به طور کامل توسط مردم محلی ساخته شده باشه. در حال حاضر به رسمیت شناختن استونهنج به عنوان یک سیستم تقویمی کاملاً کارآمد به ما ایده بهتری درباره نحوه زندگی و آداب و رسوم مردم آن زمان رو میده. درویل میگوید پیدا کردن یک تقویم خورشیدی که در معماری استونهنج نشون داده شده است راه کاملا جدیدی رو برای دیدن این بنای تاریخی به عنوان مکانی برای زندگی باز میکنه، جایی که زمان برگزاری مراسم و اعیاد به تار و پود کائنات و حرکت‌های آسمانی در آسمان‌ها متصل میشد. در هر صورت چیزی که مشخص است این است که بعد از سالهای سار بررسی و تحقیقات شبانه روزی هنوز هم که هنوز است استونهنج حرفای تازه‌ای برای گفتن داره و هر بار یک چیز جدید از آن کشف میشه و این موضوع بسیار باستانشناسان رو شگفت زده کرده است. تشکر از همراهیتان که تا پایان این ویدیو با فارسی توپ همراه بودید. لطفاً ویدیو رو لایک کرده و نظراتتون رو در بخش کامنت با ما شریک سازید. برای حمایت از ما حتماً کانال فارسی توپ رو سابسکرایب نمایید. تا دانستنی‌های بعدی، خدا نگهدار.